الکساندر ولتا عالم ایتالیایی بود و تحقیقات نیروی برق مشغول بود. سال 1800 او پس از تحقیقات و تجربه زیاد المنت الکتریکی را کشف نمود که توک به وجود می آورد. این بازیافت در علم انقلاب شمرده شد. همین شدت نیروی برق به شرف عالمی نام برده ولت نامیده شد و در آینده واحد افاده کننده شدت نیروی برق گردید که با حرف و افاده می کنند. در قسم زیادی خانه های استقامتی امروزه مرکز گرمدهی موجود است که از دیگ های پرآب عبارت بوده با واسطه جوشانیدن آنها بوق حاصل شده به ترموستات یعنی منتشر کننده گرمی می رود و از آنجا به رادیاتورهای حجره ها تقسیم می شود. این روند به طریق زیل صورت می گیرد. یکم، دیگ مرکز آب را از 70 تا 100 درجه سلسیوس گرم می کند. دوم، آب گرمی حاصل شده با واسطه ناسوس یعنی آبکش ها از قبورهای آبگذر به رادیاتورهای خانه ها فرستاده می شود. سوم، گرمی رادیاتورها حرارت خانه را معتدل می نمایند. چهارم، وقتی فعالیت دیگ‌های مرکزی گرمدهی قطع می شود، آب گرمی رادیاتورها منتظم خنک می شوند. پنجم، آب خنک شده رادیاتور خانه ها به واسطه قبورها باز به مرکزی گرمدهی برمیگردد و از نو گرم کرده فرستاده می شود. آیا استفاده انرژی را کاهش دادن ممکن است؟ هر وقت که ما در خانه ها فروزنک‌های برقی را درگیرانیم و یا تجهیزات برقی را استفاده نماییم، نیروی برق صرف میکنیم. با گذشت وقت طلبات ما به نیروی برق افزون میگردد. در آن مملکت‌هایی که تکنیک ترقی کرده است، نیروی برق اساساً بیهوده صرف می شود. بدون ضرورت از اسباب‌های برقی بیهوده و بیهوده استفاده میبرند. در روز روشن فروزانک‌ها را درگیران میمانند. یک باره از تمام لوازمات برقی برابر تلویزور، کامپیوتر، چنگکشک استفاده میکنند. این حالت‌ها باعث اسراف بیهوده نیروی برق می شود. غیر از این، برای آنکه گرمی در خانه ها صرفه کرده شود، باید ترکش های در و تیرزه ها محکم شود و از فروزنک های کم مصرف استفاده برده شود.